سلام، من دکتر آذربخش هستم. شما دارید برنامه رادیو تب رو تماشا میکنید. رادیو تب برنامه‌ای هستش که ما توی اون به زبان ساده مطالب علم پزشکی رو برای فارسی زبانان توضیح میدیم. بدون مقدمه برم سر اصل مطلب. خیلی از شما میدونین که داروهایی مثل گلیکلازاید، مثل گلیبنکلامید، گلیمیپراید و امثال اینا که متعلق به خانواده بزرگی هستن به اسم سولفونیلوریا برای درمان دیابت نوع 2 ازشون استفاده میکنیم. خیلی از شما میدونین که عملکرد این داروها اینجوریه که باعث افزایش ترشح انسولین از سلول های پانکراس میشه. تو این برنامه من میخوام برای شما توضیح بدم که اینا چجوری باعث افزایش ترشح انسولین میشن. و طبق معمول اولش میخوام به شما نحوه عملکرد طبیعی یا به قول ما در علم پزشکی فیزیولوژیک بدن رو یاد بدم و بعد بهتون بگم که دارو روی چه بخشی اثر میکنه. سوال اینجاست، این سوال قبلا خیلی وقت پیش یه نفر از من توی همین کانال پرسیده بود که بدن اصلا از کجا میفهمه که قند خون داره میره بالا، از کجا میفهمه که بایستی انسولین رو ترشح کنه. من شعر معروفی هم اینجا نوشتم که میگه خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد، یعنی قند رفت بالا. چجوری این سلول پانکراس میفهمه که قند رفته بالا و چیکار باید بکنه، چجوری باید پاسخ بده به این جریان؟ واقعیت اینه که این سلول های بتا سل در پانکراس اینا مدام در حال تولید انسولین هستن، اما انسولین ترشح نمیکنه. اینا رو توی یه سری بسته های کوچولویی اینا رو نگهداری میکنن، بهشون میگیم وزیکل. خب برای اینکه اینو یاد بگیریم، اینو بفهمیم، من برای شما یه شکل شماتیکی کشیدم. فرض کنید که این بتا سل، این سلول پانکراس مثل یک شهره، مثل یک قلعه است با 3 تا در و این هر کدوم از این درها یه خصوصیت جادویی دارن که اینها رو متمایز میکنه از بقیه درها و به ما کمک میکنه که اون کار اصلی که مردم این شهر انجام میدن که تولید انسولین هست، فرستادن انسولین به اون بازار، این کار به درستی بتونن انجام بدن. در اول اینجاست. بچه‌ها من اینجا شکلی کشیدم، شکل شماتیک. این میزان گلوکوز یا قند خونه. فرض میکنیم که قند خون بعد از خوردن غذا افزایش پیدا کرده. در اول اسمش هست گلوکوز ترانسپورتر شماره 2. شما لازم نیست اسم اینو بلد باشین، فقط باید بدونید این چه خصوصیت جادویی داره، منحصر به فرد داره. خصوصیت منحصر به فرد و جادویی این در اینه که این در برای اینکه قند یا گلوکوز رو وارد سلول بکنه نیازی به انسولین نداره. اگه یادتون باشه تو برنامه‌های قبلی من توضیح دادم سلول‌های بدن ما نیاز دارن که انسولین بیاد بهشون بگه آقا در رو باز کن که قند آمد و این قند رو چیکار کن، بیار داخل. ولی این ترانسپورتر، این در نیازی به دخالت انسولین نداره. همینجور که قند بره بالا به سادگی میتونه از این در وارد سلول پانکراس بشه و شروع بکنه سلول پانکراس با این قند بازی کردن. ما توی سلولامون یک عضوی داریم که بهش میگیم میتوکندری. میتوکندری مثل یک کارخانه تولید انرژی میمونه. شما هر چیزی رو که بشه باهاش مثلا انرژی تولید کرد و وارد سلول بکنی میره توی این میتوکندری و میتوکندری ازش چی درست میکنه؟ یه مولکول درست میکنه که ما بهش میگیم ATP. این ATP، گلوکوز به ATP، یه جور مثل تغییر اون ارزه. فکر کن مثلا شما یه کشوری داری، اون کشور یه صنعتی داره، یه منابع طبیعی داره، اینو میفروشه، یه ارز خارجی وارد کنه، باید تغییر کنه، چنج کنه به یک واحد پولی که قابل استفاده باشه. ATP اون واحد تولید انرژی داخل سلوله. 3 تا فسفات داره و این فسفات ها رو وقتی بهش اضافه میکنه هر کدوم از اینا یک بار انرژی دارن توی خودشون و وقتی که این فسفات شکسته میشه اون انرژی چی میشه؟ آزاد میشه. اینجوری ما این انرژی رو توی این مولکول‌های کوچولو ذخیره میکنیم. خب پس هر چقدر که این قند میزانش میره بالاتر و بالاتر، میزان بیشتری از این قند وارد این سلول میشه، میزان گلوکوز بالا میره، میتوکندری چیکار میکنه؟ میزان بیشتری از این ATP رو تولید میکنه. پس داخل سلول ما چی داریم؟ افزایش ATP داریم. حالا بعد از اینکه این ATP افزایش پیدا کرد، این واحد، این پول در واقع انرژی داخل سلولی، این در دوم به کار میفته، یا بهتر بگم از کار میفته. اسم این در چیه؟ به این میگن ATP Sensitive Potassium Channel. یعنی چی؟ این در حالت عادی بازه و اجازه میده یک ماده به نام پتاسیم از سلول چی کار کنه؟ خارج بشه. وقتی که ATP میزانش میره بالا میاد به این در میچسبه و این در رو چی کار میکنه؟ قفل میزنه، قفلش میکنه، این در رو میبنده. خب چرا این در میبنده؟ چه فایده‌ای داره این در میبنده؟ وقتی که این در بسته میشه و دیگه پتاسیم نمیتونه از سلول بره بیرون،
میزان پتاسیم در داخل سلول افزایش پیدا میکنه. لازم نیست ما تمام این املاح مختلف بدن رو بلد باشیم، همینقدر بدونیم که پتاسیم یک یونه که دارای بار مثبته برای فهمیدن کاری که قراره این سلول انجام بده در حال حاضر برای ما کفایت میکنه. پس وقتی که این در بسته میشه، این یون مثبت توی این سلول چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. هر چقدر که میزان این بالا میره، این ولتاژ، اختلاف انرژی الکتریکی که بین بیرون و داخل سلول وجود داره تغییر میکنه. وقتی که این تغییر میکنه، همینجور که این ولتاژ داره بالا و بالاتر میره، این در سوم رو چیکار میکنه؟ به کار میندازه. این در سوم چیه؟ ولتاژ گیتد کلسیم چنله. یعنی اینکه وقتی که این به حد ولتاژ خاصی رسید، این در باز میشه. وقتی که باز شد چه اتفاقی میفته؟ عنصر کلسیم که تا حالا بیرون بوده، حالا میتونه چیکار کنه؟ اجازه پیدا میکنه که بیاد داخل سلول. پس چی شد؟ گلوکوز که رفت بالا، ATP که زیاد شد، ATP این در رو میبنده، ATP که این در رو بست، میزان پتاسیم زیاد میشه، ولتاژ این دیوار این سلول تغییر میکنه، کلسیم درش باز میشه، میتونه بیاد تو. کلسیم وقتی میاد تو، میتونه بچسبه به این کیسه های حاوی انسولین، اینا رو بیاره به سطح سلول. انسولین چی میشه؟ از سلول رها میشه، وارد جریان خون میشه، میره به سلولای دیگه خبر میده که آقا میزان قند بالا رفته، میتونین قندو چیکار کنین؟ وردارین. پس شما الان روش طبیعی تولید انسولین در بدن رو یاد گرفتین. حالا میخوایم بفهمیم که این خانواده سولفنوریا چیکار میکنن، گلیکلازایدینا چیکار میکنن. اینا چیکار میکنن؟ اینا سرخود بدون اینکه نیازی داشته باشه بدن که این پروسه تولید ATP از گلوکوز رو طی کنه که این در رو ببنده، میان این در رو چیکار میکنن؟ قفل میزنن. یه قفلی به این در میزنن، این در رو چیکار میکنن؟ بسته نگه میدارن. وقتی این در بسته باشه، گفتیم میزان پتاسیم بالاتر میره، باز شدن این دریچه، ورود کلسیم و آزادسازی انسولین آسون تر میشه. به خاطر همین هم هست چون که دیگه این در بسته شده و دیگه نیازی به اون افزایش قند نداره برای تولید انسولین، مصرف این داروها میتونه منجر به افت قند خون بشه، چون دیگه اون مکانیزمی که قبلا این در رو باز و بسته میکرد و ما از بیرون از کار انداختیم. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه و یه مقدار اطلاعات بیشتر راجع به دارویی که دارین استفاده میکنین بهتون داده باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.